سلام دوستان، به کانال ورد آف فکتس خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد شخصیت خیلی محبوب توی مورتال کمبات حرف بزنیم. کسی که نه تنها توی بازی محبوب ترین شخصیت محسوب میشه، بلکه به اعتقاد خیلیا محبوب ترین کاراکتر در تمام بازی‌های فایتینگه. اسکورپین همیشه اسکورپین نبوده. اسم اصلی اون هانزو هاساشیه و اجداد ژاپنی داره. هانزو عضو یک گروه قاتل به اسم شیرای رایوه که به عنوان رقیب اصلی لینکوئ شناخته میشه. اون توی زمان نوجوانی وارد گروه میشه و خیلی سریع مهارتاشو بهبود میده. به خاطر استعداد هانزو با سلاح کونای به اون لقب اسکورپین رو دادن که به معنی عقربه. بعد از چند وقت هانزو عاشق یه زن میشه و ازدواج میکنه. اونا بعد از یه مدت صاحب یه پسر هم میشن. با این حال اما هانزو به مبارزه ادامه میداد. اون به حدی پیشرفت کرد که همه باور داشتن بهترین جنگجوی تاریخ شیرای رایوه. یه روز یه ساحره به اسم کوانچی به گروه میره و میگه دنبال یه نقشه میگرده و برای هر کسی که اونو براش بیاره جایزه خوبی در نظر گرفته. هانزو مأموریت رو قبول میکنه و راه میفته. اون توی معبد شاولین برای اولین بار با سابزیروی بزرگتر یعنی بیهان روبرو میشه. این دو نفر چون از گروه‌های رقیب بودن شروع میکنن به مبارزه‌ای که فقط یه نفر میتونه از اون زنده برگرده و اون یه نفر کسی نبود به جز سابزیرو. چند وقت بعد از مرگ هانزو گروهش یعنی شیرای رایو هم رو به افول میره، به طوری که سابزیرو با لینکوئ به اون حمله میکنه و همه اعضای گروه رو سلاخی میکنه. وقتی که هانزو میمیره روح اون به خاطر جنایتی که کرده وارد ندررل میشه تا اونجا برای ابد زندانی بشه و مورد عذاب قرار بگیره. هانزو شاید مرد خانواده باشه اما کارهای غلط زیادی توی زندگیش انجام داده بود. برای همین چندان عجیب نیست که به همچین سرنوشتی دچار بشه. اما وقتی که روح هانزو در حال عذاب کشیدن بود، دوباره همون ساحره که به اون مأموریت داده بود یعنی کوانچی سر و کلش پیدا میشه. اون دوتا راه جلوی هانزو میذاره. اول اینکه تا ابد توی ندررل باشه و زجر و عذاب بکشه و دوم اینکه به اون بپیونده تا اینطوری هم از شر شکنجه خلاص بشه و هم فرصت اینو به دست بیاره تا از سابزیرو انتقام بگیره. آخه سابزیرو کسی بود که باعث شده بود اون توی ندررل گیر بیفته و همچنین گروهش هم از بین برده بود. بدون شک هانزو راه دوم انتخاب میکنه. اون اسم قبلی خودشو برمیداره و از این به بعد خودشو با لقبش یعنی اسکورپین به بقیه معرفی میکنه. وقتی که سابزیرو به ندررل اومده بود تا آمیلت شیناکو پس بگیره، دوباره با اسکورپین روبرو میشه. اون دوتا برای بار دوم با هم مبارزه میکنن، اما باز همین سابزیروه که برنده میشه. اما این شکست اسکورپین رو ناامید نکرد، بلکه فقط اونو مصمم‌تر کرد تا دفعه دیگه که با سابزیرو مواجه میشه بتونه اونو بکشه. مورتال کمبات 1 تقریباً 2 سال بعد از اینکه هانزو کشته میشه، اولین تورنمنت مورتال کمبات هم کارشو آغاز میکنه. اسکورپین از جمله کسایی که توی این مسابقات شرکت میکنه و طرف نیروهای آوتورلده. البته این موضوع به خاطر این نیست که اسکورپین ارق خاصی به آوتورد داشته باشه. در واقع سابزیرو هم توی این مسابقات شرکت کرده بود و طرف جنگجوی ارثرلمه. اسکورپین برای اینکه بتونه با اون روبرو بشه وارد مسابقات میشه و طرف آوتورد رو میگیره. در ضمن چند روز قبل از شروع مسابقه کوانچی به اسکورپین اولتیماتوم میده که اگه اون نتونه سابزیرو رو بکشه دوباره روحش به اعماق ندررل میره و اونجا برای ابد درد و عذاب رو باید تحمل کنه. همونطور که میدونید در آخر مسابقات لیوکینگ میتونه گورو و شنگسونگ رو شکست بده. این کار باعث میشه که جزیره شروع کنه به خراب شدن. بالاخره اسکورپین فرصت اینو پیدا میکنه تا با سابزیرو روبرو بشه. اونها برای بار سوم مبارزه خودشون شروع میکنن و این بار این اسکورپینه که برنده میشه و میتونه سابزیرو رو به خاطر کارهایی که کرده بکشه و انتقام خودش رو بگیره. اسکورپین بعد از کشتن سابزیرو به ندررل میره تا یکم آروم بشه. مورتال کمبات 2 اسکورپین نمیتونه خیلی زیاد توی ندررل بمونه، چرا که چند وقت بعد دومین تورنمنت مورتال کمبات برگزار میشه. اون وقتی میفهمه که سابزیرو توی این مسابقات حضور داره هم شوکه و هم عصبی میشه. اون با دستای خودش سابزیرو رو کشته بود و برای اینکه از این موضوع مطمئن بشه وارد دومین تورنمنت میشه. اسکورپین در تمام طول مسابقات سابزیرو رو زیر نظر میگیره. وقتی میبینه که اون جون یکی از کسایی که شکست داده بود و میبخشه، میفهمه یه جای کار میلنگه.
چند وقت بعد هانزو متوجه میشه که این سابزیرو در واقع برادر کوچیک اون سابزیروی قبلیه که اون کشته، یعنی کوایلیانگ. با اینکه کوایلیانگ از اسکورپیون متنفره، اون هیچ حس بدی به سابزیرو نداره، چون اون یه نفر دیگه است. به همین دلیل اسکورپیون تصمیم میگیره از این سابزیرو مراقبت کنه و نذاره کسی به اون صدمه بزنه. مورتال کمبات 3. توی این بازی شاوکان به خاطر شکستایی که توی 2 تورنمنت قبلی خورده عصبیه، برای همین قوانین رو زیر پا میذاره و به ارثریل حمله میکنه. از اونجایی که هرج و مرج همه جا رو فرا گرفته، اسکورپیون میتونه بین دنیاهای مختلف سفر کنه و اراده آزاد داشته باشه. وقتی اون به اوتورد میره، با شاوکان روبرو میشه. امپراتور به قابلیت‌های اسکورپیون پی میبره و اونو وارد نیروهای خودش میکنه. اما وقتی اسکورپیون میفهمه که قراره با سابزیرو روبرو بشه، به شاوکان پشت میکنه و به نیروهای ارثریل میپیونده. در نهایت وقتی لیوکینگ شاوکان در پایان بازی شکست میده، اسکورپیون دوباره به ندرریل برمیگرده. مورتال کمبات 4. این بازی مربوط به ظهور شیناک میشه که تونسته از آمیلت خودش فرار کنه و به ادینیا حمله کنه. کوان چی یکی از زیردستای اصلی شیناکه. اون برای اینکه بتونه دوباره اسکورپیون رو به خدمت بگیره و از قدرتش در راستای اهداف خودش استفاده کنه، به اون میگه که همسر و پسرش توی حمله سابزیرو به شیرای رایو کشته نشدن و زنده موندن. اما سابزیرو جوانتر از این موضوع باخبر شده و ردشون رو زده و متاسفانه اونا رو خیلی بیرحمانه سلاخی کرده. بعد از اینکه اسکورپیون از این موضوع مطلع میشه، از شدت خشم دیوونه میشه و خیلی سریع به ارثریل میره تا بتونه انتقام خودشو از کوایلیانگ بگیره. اون با سابزیرو روبرو میشه و مبارزه رو شروع میکنه. هانزو میتونه کوایلیانگ رو شکست بده، اما وقتی که میخواد کار اونو تموم کنه، سابزیرو بهش میگه که اون از قضیه زن و فرزندش هیچ اطلاعی نداره و اصلا هیچ آزاری به اونا نرسونده. اسکورپیون وقتی این حرفا رو میشنوه یکم شک میکنه و برای همین دو دل میشه. البته همین موقع کوان چی خودشو نشون میده. اون افشا میکنه که خودشو شبیه سابزیرو کرده و به گروه شیرای رایو حمله کرده و همه رو کشته. در ضمن اضافه میکنه که خودش شخصا زن و بچه اسکورپیون رو کشته. اسکورپیون وقتی این حرفا رو میشنوه خیلی عصبی میشه و کوان چی رو به ندرریل میره تا به حسابش برسه. یه ایرادی که به داستان مورتال کمبات وارد میشه اینه که چرا باید کوان چی بیاد یه همچین چیزی رو اعتراف کنه، اونم زمانی که اسکورپیون میتونه سابزیرو رو بکشه. هیچ وقت نتونستم جواب این سوالو بگیرم. مورتال کمبات ددلی الاینس. چندین سال از وقایع مورتال کمبات 4 گذشته و در طول همه این سالها اسکورپیون داشته کوان چی رو توی ندرریل شکنجه میکرده. البته بالاخره کوان چی فرصت به دست میاره که فرار کنه. چون قدرت کوان چی در حال افول بود، اون از 2 هیولا به اسم مولاک و درامین کمک میگیره تا جلوی اسکورپیون رو بگیرن تا اون بتونه فرار کنه. وقتی کوان چی میتونه از طریق پورتال به اوتورد بره، معبد گم شده اوناگا رو پیدا میکنه. اون با شنگ سونگ متحد میشه تا بتونه اینطوری ارتش شکست ناپذیر اوناگا رو زنده کنه. اما اسکورپیون وقتی داشت کوان چی رو دنبال میکرد، با درامین و مولاک روبرو میشه. اونا با هم مبارزه میکنن، اما اسکورپیون شکست میخوره و داخل سولنیدو یا همون گردباد روح پرت میشه. مورتال کمبات دیسپشن. هر کسی که وارد سولنیدو بشه کشته میشه و بدنش از هم جدا میشه. شاید همه فکر میکردن این پایان کار اسکورپیونه، اما اینطوری نبود. توی این بازی شنگ سونگ، ریدن و کوان چی در حال مبارزه هستن که میفهمن اوناگا زنده شده. اون کسیه که حتی الرگات ها هم ازش وحشت دارن. ریدن برای اینکه بتونه جلوی اوناگا رو بگیره خودشو قربانی میکنه. این موضوع باعث میشه که روح اون آلوده بشه. این یعنی الرگات ها دیگه هیچ جنگجویی ندارن که بتونه به اونا در برابر اوناگا کمک کنه. برای همین وقتی اسکورپیون داره توی سولنیدو میمیره، اونا نجاتش میدن و بهش میگن ما تو رو به عنوان قهرمان خودمون انتخاب کردیم. اگه تو بتونی اوناگا رو شکست بدی، ما گروه شیرای رایو و همسر و بچه‌تو دوباره زنده میکنیم. مسلماً اسکورپیون همچین چیزی رو قبول میکنه تا بتونه خانواده‌اش رو نجات بده. همونطور که میدونید در آخر این بازی اوناگا شکست میخوره. البته نه به دست اسکورپیون، بلکه به دست کسی که خودش باعث احیا شدن اوناگا شده بود، یعنی شوجینکو. این یعنی مأموریت اسکورپیون یه جورایی انجام شده بود. البته الرگات ها زیاد از این موضوع خوشنود نبودن. مورتال کمبات آرماگدون. با اینکه این بازی مربوط به رقابت 2 برادر به اسم دیگان و تیونه، اما اسکورپیون در طول روند داستانی نقش مهمی داره. الرگات ها بعد از اینکه اوناگا شکست میخوره، خانواده و گروه اسکورپیونو به زندگی برمیگردونن.
اما یه جوری کرم خودشونو میریزن. الدرگات ها تمام اونا رو به صورت جنگجوی جهنمی زنده میکنن. در واقع یه جورایی شبیه به خود اسکورپین از این موضوع خیلی خشمگین شده و برای همین دیگه به الدرگات ها خدمت نمیکنه، بلکه نقشه داره تا بتونه از اونا انتقام خودشون هم بگیره. مسلماً اون قادر نبود الدرگات ها رو بکشه، ولی میتونست نقشه اونا رو خراب کنه. توی این بازی یه موجود قدرتمند به اسم بلیز وجود داره که یکی از این دوتا برادر باید اونو شکست بدن. در غیر این صورت دنیا نابود میشه. اسکورپین تصمیم میگیره این دو برادر رو بکشه تا اینطوری انتقام خودش رو از الدرگات ها بگیره. متاسفانه اسکورپین نمیتونه به این هدف خودش دست پیدا کنه، هرچند تیون قبول نمیکنه که با بلیز مبارزه کنه و برای همین نبرد آرماگدون شکل میگیره. ما توی این نبرد میبینیم که اسکورپین توی گروه نیروهای شر قرار داره و طبق معمول هم با ساب زیرو مبارزه میکنه. در آخر تمام کسانی که توی این نبرد شرکت کردن میمیرن، همه به جز شاوکان و ریدن. شاوکان میتونه ریدن رو شکست بده، ولی ریدن یه پیغام به گذشته خودش میفرسته تا از این موضوع جلوگیری کنه. البته از اینجا به بعد میمونه برای ویدیوی بعدی. اگه من بخوام همه داستانو توی یه ویدیو تعریف کنم نیم ساعت طول میکشه و برای همین من تصمیم گرفتم ویدیو رو به 2 بخش تقسیم کنم. توی قسمت بعد ما در مورد مورتال کامبات 9 کمیک بود و مورتال کامبات ایکس حرف میزنیم که اتفاقا اسکورپین توشون نقش خیلی پررنگی داره. طرفداری از اسکورپین و ساب زیرو یه جورایی مثل استقلال و پرسپولیس میمونه، یعنی قطعا شما طرفدار یکی از این دوتا هستی. من خودم شخصا اسکورپین رو ترجیح میدم چون کلا به کاراکترهای منفی علاقه بیشتری دارن. متاسفانه اسکورپین چندان توی روند کلی داستان نقشی نداره و بیشتر داستانهای مخصوص خودشو داره. امیدوارم این کاراکتر توی نسخه جدید بیشتر به روند کلی گره بخوره. خب اینم از قسمت اول تاریخچه اسکورپین. شما کدوم یکی رو ترجیح میدید؟ ساب زیرو یا اسکورپین؟ امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه لذت بردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. روز خوبی داشته باشید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. Fatality. Scorpion wins.